از تهیه پیتزای مامان پس نون بربری روشن یکم سس کچاپ ریخته. مرغاش زیاد گنده 2 نفرم نظرشون اینه که مرغاش خیلی درشته. این فیله هست با چی؟ فلفل دلمه‌ای زیرش هم سس کچاپ ریختیم رو نون بربری. الان در حال تزیینشه مامان. قیافش قشنگه. نون کباب، نون جوجه پیتزا. نگاه نون بربری میذارین، سس کچاپ هم میریزین روش، یکم هم فیله با فلفل دلمه‌ای تفمیدین، بعدم میرین یه ذره ذرت میریزین. میگم ما چرا زیرش پنیر؟ بعد پنیرم بریزین. ای یادم پنیرم میتونین قبل از که بریزین پنیر بریزین. حالا ما یادمون ولی بعدن حالا از اون سس نداشتیم؟ یه پیتزای اقتصادیه. از تمش خب پیتزا روش زیاد نیست. پیتزا نه پنیر روش زیاد نیست. خیلی داره ذرتش ذرتش میکشه. من ذرتش بیشتر. بچه ها یکی از دستم میگیره. بچه ها از دستش گرفتیم. بخوای از فلفلتون دار میارم بگیرید؟ نه من با اینا دشمنم، میشه براشون یا باشکی بریزی. خب مرحله آخر یادتون باشه ها، میتونین قبلش پنیر پیتزا قبل از که مواد رو بریزین. الان پنیر پیتزا هم میریزین توش و میذارین تو فر. با هر دمایی هم دلتون خواست میتونین بذارین. باشه اینجا پنیرش نم پنیر پیتزای نیم خولم که اره یادم رفتش پنیر من چیکار داریم؟ میگم خواستیم از شاکار هنری فیلم اینجا بعد حالا پیتزا جهانی میشه. بیا بچه بیا. ماما هنوز پنیرش برام ون میریزی؟ نه نه من تو گرسی پنیر خوشمزه هم کاش از پنیر دردا هم داریم نه چیز گودا چدار پنیر چدار هم میتونید اضافه کنید ای درده رو اگه خواستید. خوشمزه نمیشه. آبیشن هم یاد آبیشن که بریزید دیگه خیلی خوشمزه تر میشه. سلیقه‌ایه، میتونید هر خواستین اضافهش کنید. آبیشن خوب نداریم که ماما توش هم بریز میریزه. چجور وقتی خالیه؟ اینجا اگه بشه روز من ریختم ریخت. میگم داریم در جستجوی آبشم از داره چاق میشه زیادی ماما کمه یکی بیشتر. آیی چی روشه؟ این مامان تازه یعنی بستم ماما بچه بیما منجون بهش آبیشن. بیاریم آبیشن هم مرحله آخر. ببینیم آبیشن میزه روش. بریزید. من زیاد میزم. اینجوری داشت زیاده توش تو بپاشی بپاشی. داری چی کار میکنی؟ پنیر اضافه نشد بدبختا باید سب سب ندارم همون پنیر رو قرار بوده زیرش بریزه الان ما دیگه رفته بعضی هاش آبیشنش زیاد شد. دست در نکن. بعد آبیشن خوشمزه. نکن تو دهنت بده خاله خب میریم برای پخته دمای فر. بعد که آماده شد براتون میذارم. دیگه چراغش هم روشن کنین.
کبریت بزنم. به 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 اینم پیتزامون. چه رنگی، چه عطری عجبی. وای وای وای. میشه کشک گند مامان خیلی تندش نکن، هر کی خودش خواست بریزه. میگم به من نظرم که خیلی خوشمزه، میتونین امتحانش کنین امتحانش کنین حتما. حتما. سس بریزه. هم اقتصادیه هم خوشمزه. یه هم کشمدن پنیرش. حالا ساندویچش کنین بخوریم. پنیرش هم خیلی کش میاد. نمیشه ساندویچ. خیلی خوشمزه به چه بخوای از ده. دندونش هم بزن. ازش گرفتی؟ نمیشه بخوای خیلی. خب بس سلام ما رفتیم بخوریمش. شما بریم امتحان کنیم بخوریمش. بخوری.